سلام بیننده ارجمند، به برنامه خبری رادیوی آزادی خوش آمدید. امروز پنج شنبه هفتم مارس است. من عبدالله اشرف هستم، میزبان شما. حالا همراه با شما مرور میکنیم به سرخطی موضوعهای روز. داد از دست خوبخانه، مهاجران تاجیک از یک فرمه خوک پروری ولایت پسکو روسیه با دلی رنجیده و جیبی خالی برگشتند. وانمشتیم همه کار را میکردیم. مردای خوگو را بار میکردیم. تراکتور می اومد. استحصال مشترک یراق و اسلحه، پارلمان تاجیکستان با تصویب سازشنامه برای همکاری تاجیکستان و ازبکستان در زمینه تولید سلاح زمینه گذاشت. سخاوت مرز ندارد. بی سیرنبی از پسنداز نفقه‌اش برای همدهگان کوپروک ساخت. همه خدا میگم که پروردگار پاهم راحت کنه. هر یک نون بند من میخری و تمام خلق بتون بخره. برنامه را با خبری از تاجیکستان آغاز میکنیم. گرگ ها در دهه مدینخوار جماعت پارشنوی ناحیه شغنان یک مادر و دختر را کشتند. حادثه صبح هفتم مارس رخ داده است. از قربانیان حادثه امل بیگم تشریف بیکوی 83 ساله و دخترش مستی بیگم دوندوی 55 ساله نام برده می شود. امیده یوسفووا سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه زمان رخ داده است که مادر و دختر برای ضرورت صبح بروقت بروی حولی برآمده بودند. مسئولان جماعت پارشنو هم گفتند گرگ ها صبح بروقت به حولی فوتیدگان حمله کرده شکم مادر و دختر را پاره کردند. نزدیکان هلاک شده ها میگویند در چند سال اخیر این بار اول است که گرگ ها به ساکنان محله این دهه حمله میکنند. پروینه یک همسایه امل بیگم تشریف بیکوه در صحبت با رادیو آزادی گفت گرگ ها از گلوی مادر داشته او را در همانجا کشتند. در گذشته نیز در ولایت مختار بدخشان در پی حمله حیوانات وحشی برخی ها جان خود را از دست داده بودند. از جمله در ماه فوریه سال 2013 ساکنی 81 ساله دهه‌ای بجوی ناحیه روشان نبات بیگم خدای داده و از حمله گرگان زخم برداشته در جای حادثه هلاک شده بود. گروه از مهاجران تاجیک از ولایت پسکو روسیه به رادیو آزادی عرض کردند که مقامات آنها را با وعده کار خوب به اینجا آوردند، ولی آنها در نهایت اسیر و گروگان یک خوکخانه این استان دور افتاده روسیه شدند. خبرنگاری رادیو آزادی موضوع را تحقیق کرده با بعضی از مهاجران هم صحبت شد که با دل شکسته و جیبی خالی به وطن برگشتند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی. بگیجان اسماعیلوف یک هفته قبل مجبور شد از روسیه به تاجیکستان برگشته دوباره مسافرکشانی کند. 3 ماه پیش با کمک مرکز دوشنبگی مشورتی کارتامینکنی در شهر سنت پترزبورگ روسیه به شهر ولیکی لوکی ولایت پسکو رفت و در یک فرمه خوک پروری و کار آغاز کرد. بردن پاسپورت ها را گرفتن، لباس ها را گرفتن، کراسوفکی. اما گفتم خیلی برای چی میگیری شما پاسپورت؟ ما کورکنی اومدیم خیلی جا اگم با فیلم توریم شه اگم پرستون نیستیم و خیلی گپای گفتن که جام خیلی قانون هم خیلی قاعده اوجا ما فهمیدیم که جا یگون گپا ساده دل دور رفت. بگیجان میگوید در آن فرمه پرورش خوک شرایط کار خیلی سنگین بود و حتی حقی از حدود فرمه بیرون برآمدن را نداشتند. ما دور فرمه دا وانمشتیم همه کار را میکردیم. مردای خوگو را بار میکردیم. تراکتور می اومد. همه چی کاری میگفتن میکردیم. بعد از 3 ماهی کار در آن فرمه خوک پروری در روسیه بگیجان کاری سنگین و شرایط بد را تحمل نکرد. اول پسرش و بعد 3 ماه مجبور شد خودش ترک کار در روسیه کند. ما را هم 13,000 پول بلیط دادن. گفتن باقی مانده شه ماه مرده روی میکنیم. اینا امروز 8 مرده. ششم خیر خیلی گفتن 3-4 روی میکنیم. اینا که ششم هفتم آمد نه تلفن های نه گپای نه خبر. بگیجان میگوید اگر قبل از رفتن در دوشنبه ما را از چنین شرایط کار در فرمه خوک پروری آگاه میکردند به هیچ وجه آنها راضی نمیشدند که به آنجا به کار روند. اما این ادعاهای بگیجان در مورد شرایط بود و باش و کار در فرمه خوک پروری در روسیه را مسئولان مرکز مشورتی کارتامینکنی در سنت پترزبورگ و جمعیت ذخیره‌های نیروی کاری شهر سنت پترزبورگ رد میکنند. اویدی موش بود و باش شرایط کاری که
عرض کردند و ناراضگی ایثار نمودند. همشون طریق اسکایپ آگاه شده بودند و ما میتوانیم مرحمت اینجا جای یگان روی پوش نیست، میتوانیم اون نوار اسکایپ رو به شما پیشنهاد نماییم. کاردهندگان در روسیه میگویند ما راهگیرا را تا روسیه و مکان کار، تهیه سندهای ضروری، جای خواب و 3 وقت غذای رایگان را به مهاجران کاری از قبل پرداخت میکنیم. مهاجر کاری وظیفه‌دار است که در 2 ماه اول کاری خراجات کاردهنده را پرداخت کند. Никогда никаких паспортов мы ни у кого не забираем. И все об этом прекрасно знают. Личные документы иностранного гражданина находятся всегда при нем. کاردهنده روس میگوید بقیه معاش هر نفری که در آن فرمای خوکپروری در روسیه کار کرده و در نیمه ماه از کار دست کشیده است، پس از 18 هر ماه به آن نفر رسانده می شود. به قول آنها اگر چنین نمی بود شماره خواهشمندان کار از شمار مهاجران کاری افزایش نمی یافت. اما شرایطی فهماندن در اونجا خشتبارا کار کرده استودن خیلی شرایطش ناز گفتن نصیب باشد بلیت میگیریم میریم. در گذشته صدها مهاجر از شرایط بد کاری و نپرداختن حق کارشان در روسیه شکایت داشتند. اکثر آنها از طریق کاردهندگان غیر رسمی با کار تامین شده بودند. سال گذشته از طریق مرکز مشورتی کار تامین کنی در سنت پترزبورگ حدود 300 نفر مهاجران کاری تاجیک در روسیه اساساً در قلمرو شهر سنت پترزبورگ به کار تامین شده است. حالا در آغاز موسم مهاجرت کاری حدود 80 نفر مهاجران را این مرکز در روسیه صاحب جای کار کرده است. پارلمان تاجیکستان در اجلاس اخیر سازشنامه را به تصویب رساند که برای استحصال مشترک یراق و اسلحه میان تاجیکستان و ازبکستان راه را هموار کرد. سازشنامه همکاری‌ها در بخش حربی و تکنیکی اینچنین تولید سلاح و مهمات نظامی را در نظر می‌گیرد. این نخستین سازشنامه همکاری‌های بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در بخش نظامی است که بعد پوره برقرار شدن رابطه‌های دو کشور امضا شده است. برقراری مناسبت‌های دو کشور بعد ریاست 25 ساله اسلام کریموف و به مقام رسیدن شوکت میرزیویف در ازبکستان امکان پذیر شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم. پارلمان تاجیکستان روز 6 مارس سازشنامه را به تصویب رساند که امکان می‌دهد تاجیکستان و ازبکستان همدیگر را با مهمات جنگی تامین نمایند. سازشنامه اینچنین تولید سلاح و مهمات نظامی مشترک را نیز در نظر می‌گیرد. سازشنامه ذکر کرده اینچنین اجرای کارها را دایر به تعمیر از نوسازی اسلحه و تکنیک حربی به طور مشترک استحصال کار کرد، نابود کردن محصولات تعیین کرده، گذراندن کارهای علمی و تحقیقاتی و تجربه‌ای و کنترل‌شده را با مقصد مکمل‌گردانی اسلحه و تکنیک حربی در بر می‌گیرد. این نخستین سازشنامه همکاری‌های بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در بخش نظامی است که بعد پوره برقرار شدن رابطه‌های دو کشور در 1 سال پیش امضا شده است. تا کجا تاجیکستان و ازبکستان واقعاً هم تأسیس کارخانه مشترک استحصال سلاح و مهمات جنگی را در آینده نزدیک در نظر گرفتند معلوم نیست. در وزارت دفاع بر رادیوی آزادی گفتند که بر راه ماندن استحصال جزئیات سلاح‌ها از پیشنهادات پیشین است. این موضوع قرار است در جریان سفر قریب الوقوع وزیر دفاع تاجیکستان به ازبکستان هم بررسی شود. مسئولان همکاری‌های نزدیک دو همسایه کشور را در مقابل تهدیدهای امنیتی مهم می‌دانند. تطبیق سازشنامه نامبرده به منطقه تحکیم اقتدار مدافع قوای مسلح کشور ارزیابی گردد. عملی‌گردانی آن در دایره مبلغ‌های با این مقصد شده بودجه دولتی به راه مانده می‌شود. با گفته کارشناسان نظامی، خریداری یک زیره‌پوش برای تاجیکستان مبلغ بزرگی را تقاضا می‌کند. از تولیدات مشترک هم تاجیکستان و هم ازبکستان فایده خواهند دید. تاجیکستان پس از پاشخوری اتحاد شوروی از اسلحه و مهمات جنگی چیزی به میراث نگرفت. مقامات میگویند تاجیکستان 26 سال پیش نیروهای حربی و تکنیکی مدافعی خود را از صفر شروع کرد. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه شما را به تماشای سلسله گفتار رگی آمو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم در صحیفه azadi.org نشر شده است. اگر دوست دارید تاریخ هستید پس این ویدیوها را تماشا کنید، بی بهره نخواهید ماند. سایرانبی میرزایوا، زنی بازنشسته، از پولی پسنداز نفقه خود برای همدیارانش در دهه راه نوی ناحیه جلال‌الدین بلخی یک کوپروک ساخته به استفاده داد. میرزایوا نفقه‌اش را برای سفر حج پسنداز میکرد، اما چون وضع سلامتیش برای اجرای این کار سازگار نیست، تصمیم گرفت این مبلغ‌های جمع کرده‌اش را برای کار خیر، ساختمان یک کوپروک در دهه‌اش مصرف کند. ادامه موضوع در گزارش همکارم آرزوی کریم و رستمی جانی. بیبی سایرانبی گاها از بستر بیماری خسته به خیال روزهای پیشین به سر تنور می آید. حواس نون بندی را بگو اول تا به آخر دارو. همه خدا میگن که پروردگار پاهم صحت کنه، هر یک نون بند من میخری و تمام خلق بتون بخوره. سخاوتمندی و دست کشاد این زنی 81 ساله در دهه راه نوی ختلان معلوم است. مورچه روی زمین ای دست نون خورده است، مورچه روی زمین ای نون خورده است، در روی کورپاچان 6 است، 100,000 برشگر دولت من دارم، هیچ کگم میگم گو ندارم. سایرانبی میرزایوا با کمک نزدیکان با تنفس 1 یا 2 روز برای نظارت کار این کوپروک سازان می آید. آن را با پول نفقه او می سازند. نفقه خودش را جمع کرده برای نزدیک کردن رای خوانندگان به مکتب دهه که در این طرف قفا جایگیر است، به همون خاطر ساخته شده است. سایرانبی میرزایوا چندین سالها نفقه خود را به خاطر سفر حج جمع کرد، اما بعد خروج درد پای فهمید این فرض دینی را اجرا کردن نمی تواند. یک سحر خیز که گفت بچه‌م گفت من همی پولا در همی دهه همو کوپروک اوهانای شکستگی چیشتگی همو را پدر روز کردگی بود پیشتر، همو را من پول من در همونجا صرف کنین همون کوپروک روز که من حج رفتن نمیتونم. با 6,000 سامانی جمع کرده بیبی سایرانبی در دهه یک پول ماشین گذر و یک آدم گذر ساختند. رای ماشین های دهه رو زیاده از 2 کیلومتر نزدیک کرده است. این زنی با اعتقاد کارهای خیریه را از واجبات دینی می داند. تا ساختن کوپروک او چند مراتبه برای مردم گاو کشته، گوشتش را رایگان تقسیم کرده است. یکم به همی کار خداوند کریم آورد، در پیش روم آورد، ای گفتم بیا همی کار بکنیم، عجب کار خوبی. بیبی سایرانبی می گوید 21 طفل به دنیا آورده است و از آنها فقط 4 پسر و 5 دختر زنده ماندند. حالا نبیره و عبیره های زیاد دارد. او به این نظر است که خیرات به تقدیر آدم تأثیر دارد و بیشتر نزدیکان و خود او را خوشبخت می گرداند. والا دمینه قشلوق شیشتگی نمیفهمی که ما کوپروک ترای گذشته نمیتونن. خیلی کمبودی ده، کمبودی میشه نه که من کامیرا که نیت کردم اخیر به ثبوت رسوندم. برای او وظیفه های دینی و مسئولیت انسانی معنی مشترک دارند. دستارخونم دائمی خدا تنک باشه، چای کمپری چای باشه دیگم پری اوقات آن میتاری مقصد دارم. تفتیش قضیه هویدا طلازاده، کودک 5 ساله تاجیکی در روسیه تجاوز و کشته شد، به انجام رسیده است. الکساندر سیامین، گمانبر اصلی در قتل هویدا، تا 2 هفته دیگر در دادگاه پاسخ خواهد گفت. عبدالسلام سعیدوف، پدر هویدا، روز 7 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت تفتیش قضیه هویدا به انجام رسیده، پرونده به دادگاه ارسال شده است. پدر هویدا گفت امروز 7 مارس دادگاه یکی از ناظران ملیسا در رابطه با قضیه دخترش برگزار خواهد شد. در عموم به گفته پدر هویدا 2 ناظر منطقوی در رابطه با قتل هویدا به جوابگری کشیده شدند. هویدا طلازاده، ساکن شهر کلاب، روز 22 ایولی سال 2018 در نزد خانه‌اشان از میدانچه بازی در شهر سرپوخوا ناپدید شد و جسد او را 1 روز بعد در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. این خبر آخری برنامه امروز بود و تا برنامه‌های بعدی خدا حافظی هر یکی شما باشد.